آقا یه حرفمو خیلی ساده و خلاصه میزنم، لطفاً گوخوری پیج‌های ماشین بازی رو نکنید. شما غلط میکنید به کسی که تمام توانش خریدن یه پژو و سمند و پرایده مسخره میکنید، بهش میگید ذهن فقیر. مگه خودتون چه پخی هستید؟ این ماشین بازامون هستن که شهرمون رو قشنگ میکنن، وگرنه شما و یه سری بلاگرها جز گوخوری و تمسخر دیگران کاری بلد نیستید. این بلاگرها همیشه میخوان خودشون یه آدم خیلی فهمیده و با شعور نشون بدن. مثلا با این ادا اطفاراشون میخوان به بنز و بی ام و برسن. آقا ما نداریم جز خودروهای داخلی، نمیتونیم سوار ماشینای خارجی بشیم. البته خارجی های درجه یک. شما هیچ وقت نمیتونید اینو درک کنید اون ماشین باز برای اون ماشینش چقدر زحمت کشیده. ماشین بازی هنر میخواد. کسی که خلاقیت نداشته باشه نمیتونه ماشین بازی کنه. ماشین باز به اونی نمیگن که سوار بنز و بی ام و میشه. ماشین باز اونیه که یه ماشین خیلی معمولی و تبدیل به ماشینی میکنه که میتونه با بنز و بی ام و رقابت کنه. این پستو بفرست به همون بلاگرایی که ماشین بازامونو مسخره میکنن. آره دایی